در تاجیکستان هوای سرد همراه با بارشات حکم فرماست که طبق پیشبینی هواشناسان تا 16 دکبر دوام خواهد کرد. اما هواشناسان حالا پیشبینی میکنند که بعد 16 دکبر نیز آب و هوای نامساعد در کشور ادامه خواهد کرد و دست کم 2 روز دیگر یعنی تا 18 دکبر در ناحیه‌های کوهستان و عقبه‌های تاجیکستان تمام پیشبینی کرده می شود. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان در این رابطه از ساکنان خواسته است که در این روزها از حد اکثر احتیاط کار بگیرند و قاعده‌های بی‌خطری در وقت تمان را رعایت کنند. تمان سطح خطرناکی حرکت را در راه‌ها بالا برده باعث کاهش بینش، مشکل شدن حرکت نقلیات و افزایش احتمال صدمه‌های نقلیاتی شده می‌تواند. برای جلوگیری از این، کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در وقت فرآمدن تمان اجرای این کارها را به ساکنان توصیه می‌دهد. بیماران دل و رگ و دق نفس از برآمدن به کوچه خودداری کنند. پیاده‌گردان هنگام عبور از راه و کوچه‌ها از حد اکثر احتیاط کار بگیرند. رانندگان سرعت حرکت را پایین آورده قاعده‌های حرکت را قطعاً رعایت کنند. رانندگان همچنین از تغییر خط حرکت پیش گذشتن از ماشین‌های دیگر خودداری کنند. سرعت را از حدی که شرایط آب و هوا و راه‌ها اجازت می‌دهند بالاتر نبرند. در چهارراه‌ها و راه‌های پیاده‌گرد به ویژه احتیاط کنند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده خاطر رسان می‌کند که نباید فراموش کرد که تمام برای همه اشتراک کنندگان حرکت در راه خطر ایجاد می‌کند. خیلی با توجه باشید و احتیاط کنید. در صورت پیش آمدن ولایت‌های فوق‌العاده با رقم یگانه مرکز نجات 112 زنگ زنید.